بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت سوم داستان نصیبه بنت کعب، به عبارت نصیبه بنت کعب یا ام عماره، و تصاویر جهاد ایشون رو کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. اگر بیاد داشته باشید اشاره کردیم که در جنگ احد ایشون با دو پسرش و همسرش از پیامبر دفاع میکرد و چنان دفاع جانانه‌ای میکرد که عجیب و غریب. تا جایی گفتیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت چه کسی به اندازه تو ام عماره تحمل داره که تحملی که تو داری در میدان جنگ این کارو میکنی. و حتی به اونجا رسیدیم که گفتیم که اون کسی که پسر ام عماره رو زخمی کرده بود، پیامبر گفت نگاه کن ام عماره این پسرت رو زخمی کرده. سوارکار جنگجویی بود که ام عماره رفت بالاخره با شمشیر خودش بهش حمله کرد و زد و اون رو پایین آورد از اسب رو و اون رو به درک واصل کرد. حالا بریم دنباله داستانی که گفتم ببینیم که چگونه بود. بالاخره ایشون میگه که وقتی که اون رو به درک واصل کرد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که بله استقطتی یا ام عماره، انتقامت بالاخره گرفتی. صحنه هم جنگ، هم جهاد، هم ترس، هم چیز، ولی زیبایی های تصاویری که وجود داره پیامبر صلی الله علیه و سلم و اونها اصلا عجیب و غریبه. خود ام عماره شادی پیامبر رو در اون حادثه نقل میکنه، میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یبتسم حتی رأیت نواجزه، دیدم که داره میخنده به گونه‌ای که من دندانهای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیدم. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به من کرد و گفتش که الحمدلله الذی اظفرک و اقر عینک من عدوک و اراک تعرک بعینک، خدا رو شکر که بالاخره تو رو پیروز کرد بر اون و چشمت رو روشن کرد به اینکه تونستی دشمنت رو بکشی و انتقامت رو با چشمان خودت بگیری. ام عماره از این تعریف پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی خوشحال شد، یک احساس آرامشی، یک احساس اطمینانی کرد و گویا که شجاعت در ایشون دمیده شد و شجاعت بیشتری در ایشون شکل گرفت، تا جایی که سیدنا عمر رضی الله عنه نقل میکنه که میگه من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت ما التفت یوم احد یمینا ولا شمالا الا و اراه تقاتل دونی. من در روز احد ندیدم که راست من و چپ من کسی میجنگه مگر ام عماره. یعنی به راست نگاه میکردم میگم ام عماره داره از من دفاع میکنه، به چپ نگاه میکردم میگم ام عماره از من دفاع میکنه. در هر صورت نقل شده که عماره بنت عربه که ابنش هست که میگه مادرش در اون روز یکی از قهرمانان مشرکین رو چیکار کرد؟ کشت. حالا بریم دنبال داستان که هنوز که تموم نشد. داستان ام عماره لحظه به لحظه شکوه و زیباییه. این صحابی بزرگوار و این قهرمان در دفاع از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، این صحابیه هیچ کوتاهی نکرد. نقل شده که بضعت عشر جرحن، یعنی یه چیزی حدود 13 تا 19 تا یا 17 تا زخم، مثلا تصور کنید 15 تا زخم جنگی ایشون برداشته بود که یکی از این زخم ها طوری بود که ابن قمیعه نقل میکنه که گویا دست فرو میرفت در کتف ایشون و این نشون میده که چقدر ایشون در اون قهرمانی در اون جنگ مبارزه کرد و تلاش کرد و این همون نکته‌ایه که باید بهش اشاره میکردیم. ایشون همون راوی نقل میکنه، میگه من به نزد ام عماره رفتم و بهش گفتم که از روز جنگ احد به من تعریف کن چه اتفاقی افتاد و نصیبه تعریف میکنه، میگه خرجت فی اول النهار، اول روز بود که ما به سمت احد حرکت کردیم و من نگاه میکردم که مردم چیکار میکنن، با خودم مشک آبی رو داشتم و تا اینکه به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رسیدم و اون موقع در لحظاتی بود که قدرت مال مسلمانان بود، پیروزی برای مسلمانان بود. یه دفعه صحنه عوض شد و مسلمانان شکست خوردند و من دیگه در این لحظه دیدم در عقب نشینی میکنن. من خودم رو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسوندم و شروع کردم من هم جنگیدن و از رسول خدا با شمشیر دفاع کردن و تیر مینداختم، شمشیر میزدم تا اینکه من زخمی شدم و توانم رو از دست دادم. راوی اینجا نقل میکنه که میگه که از قول ایشون میگه من دیدم که در عاتق گردن ایشون، یعنی اینجا ضربه‌ای که خورده بود فرو رفتگی بود که میگه از همون روز هست و همون جریان جنگی که در اونجا ما درش قرار گرفتیم که فلانی به من حمله کرد و در اون جنگ به من چنین آسیبی زد. میگه اقبل ابن قمیعه که ابن قمیعه به من حمله کرد، اقمعه الله، خودش نابودش بکنه. قد ول الناس عن رسول الله، مردم از اطراف پیامبر پراکنده شده بودن صلی الله علیه و سلم، در حالی که پیامبر
در حالی که اون شخص به طرف پیامبر حمله میکرد، میگفت دلونی علی محمد، که محمد رو به من نشون بدید. فلا نجوت ان نجا، ما اگر محمد امروز نجات پیدا کنه ما نجات پیدا نمیکنیم. میگه در این موقع من و مصعب بن عمیر و تعدادی از صحابیایی که اونجا بودیم کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم ثابت قدم ایستادیم و اون به من یک چنین ضربه ای زد و من هم ضربات پی در پی زدم، اما اون 2 سپر داشت بالاخره از خودش دفاع میکرد. و این از بزرگی ها برای نشون میده که این زخم عمیقی که در ایشون در بدنش فرو رفته بود. اما ایشون میگه وقتی که من به هوش اومدم در اون میدان جنگ، بالاخره من بیهوش شدم دیگه در اون لحظه آخر دیگه در این ضربه‌ای که خورده بودم. میگه وقتی من به هوش اومدم از شوهرم و از فرزندانم، از پسرم سوال نکردم. اولین سوالی که کردم گفتم رسول خدا کجاست؟ مشرکان چه کردن؟ اونا گفتن الحمدلله رسول خدا به خیر است و الحمدلله هر چی بود به خیر گذشت. و این صحنه رو و این تصاویری که ما نگاه میکنیم یک چیزی رو میبینیم که امروز با دنیای امروز ما اصلا سازگار نیست و اصلا نمیدونه آدم چه بگه. یعنی تعریف پیامبر، این لحظاتی که صحابی کنار پیامبر هستن و این مقامی که پیامبر در مورد نصیبه نقل میکنه که تو از فلانی و فلانی بهتری، و اون شدت جنگ و مبارزه‌ای که ایشون در کنار پیامبر هست، حالا بیش از 13 تا یا 15 تا زخم برمیداره تا اون زخم سنگینی که ابن قمیعه بهش میزنه، تو عاتق گردنش میزنه و فلان اینها، و که میگه تا 1 سال این مداوا میکردن این زخمش تا خوب شده بود و آثار زخم از بین رفت. اما خب داستان رو داشته باشیم، هنوز با همین داستان ادامه داره، این گونه نیست که خسته بشید. لحظات اینقدر داستان زیباست، هر لحظه از دست بدیم مثل که از دست دادیم و نباید این فرصت ها رو از دست بدیم، چرا که واقعا صحنه ها و تصاویر زیباییه که هر کدوم از اینها جای تأمل داره. چرا در این جنگ احد میدونین که زنهای مشرکین هم اومده بودن، ولی اونها اومده بودن دایره میزدند و دف میزدند و شعر حماسی میخوندند و شوهراشون رو تشویق میکردن برای جنگ. و اما میبینی عماره در اونجا جزو زنانی است که ایشون در میدان جنگ هست. ببینید زنان مشرکین و زنان امت مسلمان، زنان مسلمان در میدان جنگ اونجایی که لازم بشه یک مجاهده هستن، یک قهرمان هستن، ولی اونها ببین در چه میدان و در چه وضعی بودن. میگه اونها خودشون رو مثلا زیبا کرده بودند و مثلا چی میگن اسمش، انواع آرایش ها رو به کار برده بودن، چشماشون و ظواهرشون رو با دایره و فلان، ولی ما در مثل یک سرباز و یک مجاهد در میدان میجنگیدیم، یا زنهایی بودن که کمک میکردن. اما بریم بعد از جنگ احد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بالاخره بعد از جنگ احد مدینه برگشت. عماره هم خب زخم‌های متعددی داشت، این زخم همچنان ولی جنگ‌ها ادامه داشت و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دنبال کرد. حتی روز بعد هم گفتش که آقا برید دنبال این مشرکین بگیرید، و تا همراه الاسد دنبالشون رفتند. و میگه من حتی میخواستم برم ولی دیگه در توان من نبود که من بتونم اونجا بلند بشم. این میگه من بلند شدم و عماره تا منم ادامه این جهاد رو بدم، چون پیامبر گفت هر کی دیروز در جهاد بوده همینا حرکت کنه برم به دنبال سپاه مشرکان، که اینا فکر نکنن ما صحنه رو باختیم، میدان رو باختیم و به قول معروف اینجوری شده که الان ما شکست خوردیم. و خب سپاهی رو به تعقیب اونها فرستاد. میگه من بلند شدم اما از شدتی که لباسامو محکم کردم برم اینها، ولی خون از بدنم سرازیر شد، مخصوصا از همین آسیبی که دیده بود، و نتونستم خارج بشم. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از همراه الاسد برگشت و به مجردی که برگشت اینجا ایشون میگه که فرستاد به نزد عبدالله پسر من رو و برادر من عبدالله بن کعب، سوال کرد از حال من و اون خبر داد که هنوز نه من حالم رو به بهبود. پیامبر خیلی خوشحال شد از این صحنه، چون که واقعا این لحظاتی نیست که به همین راحتی ما بتونیم تصاویر، هرچی من میگم کمه. عماره تقریبا گفتیم 1 سال این زخم‌های خودش رو مداوا میکرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دائم از ایشون و از اصحابی که زخمی شده بودن حالشون رو میپرسید که هر کسی چگونه هست و در چه شرایطی هست. در اون جنگ، در جنگ احد، در غزوه احد، واقعا بسیاری خوب به شهادت رسیدن، بسیاری دعای پیامبر صلی الله علیه و آله شامل حالشون شد و یک عظمت و بزرگواری بود که میشه گفت در اینجا شامل نصیبه هم شد که نمیتونیم ما به همین راحتی از کنار این بگذریم. اما روزها گذشت، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای جنگ با بنی قریظه که عهد و پیمان رو شکسته بودن حرکت کرد و
صحابی بزرگوار ما ام عماره نصیبه بنت مازنی هم در این مسیر همراه پیامبر بود و بالاخره پیامبر البته به زنها در اونجا چون عملا اینو برای جنگ نرفته بودن، برای پانسمان و مداوا رفته بودن، از غنایم که خب شامل حالشون نمیشد، اما به اینها هدایایی در این مسئله داد. ببینیم مثلا نقش ام عماره در بیعت رضوان. ام عماره نقل میکنه، خود ایشون میگه که چون ما با پیامبر بیعت کردم همون گونه که دیگران با پیامبر بیعت کردن. میگه وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله خبر رسید که عثمان ابن عفان رو به مکه فرستاده و گفتن که عثمان کشته شده، خب شرایط عوض شد. میگه پیامبر اومد در بین ماها گشت و گفت به من خبر رسیده که عثمان کشته شده. خوب داشته باشید انبیا غیب نمیدونن مگر خدا بهشون خبر بده. وقتی انبیا غیب نمیدونن خب کسی دیگه هم نمیدونه. گفت من خبر رسیده عثمان کشته شده و نشست و گفت ببینیم ان الله امرنی بالبیعه، خدا فرمان داده که شما با من بیعت کنید برای جنگ. میگه مردم اومده بودند و یکی یکی بالاخره با پیامبر بیعت میکردن و من نگاه میکردم به مسلمانان که اینها لباس جنگی پوشیده بودند و ما هم تعدادمون اندک بود و ما هم اونجا با پیامبر بیعت کردیم و در هر صورت به همسرم نگاه کردم که شمشیرشو کشیده بود و آماده برای جنگ و من همجوری نگاه میکردم و بالاخره صحنه رو ذکر میکنه. ایشون میگه من یک چاقویی داشتم، این چاقو رو وسط دستم محکم که صحنه جنگی دیگه، اینا داشتن برای یک جنگ آماده میشن، یکی یکی بیعت میگرفتن. خب جمعیت هم زیاد، اینطوری نبوده که آرام آرام حرکت بشه، همه برای یک آمادگی بودن. خب میذاریم دنباله داستان رو برای جلسه دیگه چون وقت ما هم رفته. تا روز دیگه و جلسه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.